بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب محمد صدیق صادقیار مفتی ولایت بلخ و عضو شورای علمای ولایت بلخ تقاضا به عمل می آید تا روی استیج تشریف آورده مهمانان محترمه که در این مجلس تشریف آوردند از سخنان عالمانهشان ما را مستفید سازند. نعره تکبیر، نعره تکبیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين. برادران مسلمان، فرزندان مدرسه توحید و قرآن، سلام الله علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اولتر از همه تجلیل این روز فضائل قرآن را به همه شما فرزندان مدرسه توحید و قرآن تبریک و تهنیت عرض می کنم. و از برادرانی که در این محفل شکوهمند سعی معنوی و مادی خود دریغ نفرمودند، مورد تمجید و تهنیت قرار می دهم. و سپس به اندازه توانمندی که دارم پیرامون فضایل قرآن و حافظان کتاب عزیز خدا از دیدگاه کتاب مقدس و درسهای سرشار از محبت پیغمبری حضور شما به عرض می رسانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظیم. آگاه باشند ای حافظان کتاب عزیز خدا
ای پیروان این کتاب مقدس که پروردگار شما استواری این کتاب مقدس را تا پایان این کائنات تضمین کرده است. اما این بلندی ها و پستی ها ما و شما فرزندان مدرسه توحید و قرآن را 1% به لغزش متوجه نساخته و نخواهیم ساخت. گر همه خواه مسلمان زیستن، گر همه خواه مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. آگاه باشد که با تأیید از این آیه تلاوت شده مولانای بینادل بلخی فرموده است و مژده می‌دهد با پیشوای بزرگ جهان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست قرآن مر تو را همچون عصا، هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. کافر چوچه ها آگهی داشته باشند که آینده در قلمرو اسلام عزیز است. شرقی های غرب زده آگهی داشته باشند که سرنوشت پریروز انگلیس ها و سرنوشت دیروز روس ها در آینده نزدیک متوجه استعمارگران غربی ها خواهیم شد. پریروز انگلیس ها که در این سرزمین خداپرست و قرآن دوست و یورش آوردند، فرماندهانشان که الکساندر برنس که یوناری و مکناتن و دکتر برایدن بود، در این سرزمین به عالم قبرستان سپرده شدند و همچنان روس‌ها و انتظار داشته باشند استعمارگران غرب. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بهترین مژده با فرزندان مدرسه توحید و قرآن است.
ترین شما کسانی است که قرآن را فرا میگیرید و قرآن را پس از فرا گرفتن می آموزانید، یعنی معانی قرآن برای دیگران می آموزانید و حروف قرآن برای دیگران می شناسانید. کسی که یک حبه، یک دانه را در راه اسلام و قرآن غرس میکنه، گویا که او دانه از او 7 خوشه رویانده باشه و هر خوشه از او 100 دانه داشته باشه. پس 100 ضرب 7 کنیم چند میشه؟ 700 میشه. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. و فرزندان مدرسه توحید و قرآن، این روز خجسته است که باز هم با همه مشترکین تبریک عرض میکنم و به برادرانی که از دور و نزدیک میشنوند برایشان مژده میدم که در خدمت این روز خجسته در امروز و در آینده بوده باشند و خود را خادم اسلام و مدرسه قرآن قرار بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.